و ما یعلم جنود ربک الا هو. کسی لشکریان خدا را نمیشناسد، نمیداند خدا چقدر لشکریان دارد. خدا میداند. الله لشکریان خدا را میداند. یک ویروسی خدا میفرسته به جهان و به شریعت خدا عاجز میکند. امریکا به سطوح آمده. تو خو امریکایی، تو که در جهان بشریت ظلم میکردی، تو که خود در پادشاهی جهان داری، چرا این طوری شدی امریکا؟ ایتالیا رو نگاه بکنیم، به سطوح آمدن. بزرگان ایتالیا میگویند کار از دست بشریت ساخته نیست، عاجز و ناتوانی. آلمان میگه دیگه قدرت نداریم برای بشر قدرت نمایی بکنیم، قدرت ما رفت. در تمام دنیا امروز همینطور. لمن الملك اليوم؟ سبحان الله. لمن الملك اليوم؟ امروز پادشاهی از آن کیست؟ امریکا صدای خود را بالا بکن، پادشاهی از آن کیست؟ پادشاهان خودخواه دنیا، متکبران دنیا، صدای خود را بالا بکنید. لمن الملك اليوم؟ کی پادشاست؟ کی بزرگ دنیاست؟ کیست پادشاه؟ چرا صدای شما خفه است؟ چرا کاری از دست شما ساخته نیست؟ کجا هستید پولداران دنیا؟ لمن الملك اليوم؟ پادشاهی از آن کیست؟ لله الواحد القهار. امروز پادشاهی از آن خدایی که واحد ولا شریک و صمد و بی‌نیاز است. مالک یوم الدین. خدا در دنیا میخواهد برای بشر بفهماند که ای بشر عاجز و ناتوان هستید. رجوع کنید به پروردگاری که قوی و تواناست و صمد و بی‌نیاز است. لله الواحد القهار. جهان از آن خداست. این دنیا مالک دارد. هیچ کس نمیتواند مالک این جهان باشد. نه امریکا میتواند، نه اسرائیل میتواند، نه آلمان میتواند، نه گردن کلفتان دنیا میتوانند، نه قلدران دنیا میتوانند. پادشاهی واقعی الله سبحانه و تعالی است که تمام بشریت را عاجز نموده است. لمن الملك اليوم؟ اینجا خدا میخواد برید بشریت بگه خدا رو به خاک بندازیم، خدای واحد و لا شریک را بشناسید، او را عبادت بکنید، او را بخوانید، با زاری و تضرع به پیشگاه او ندا سر دهید. بگویید که خدایا بشریت را عاجز کردی، بشریت را ناتوان کردی. خدایا قدرت خود را برای جهان بشریت ثابت کردی. تو بزرگی ای الله، ما بندگان عاجز و ناتوان تو هستیم. تو خودت بر ما رحم بفرما. خدایا هیچ طبیبی سراغ نداریم که درد ما را مداوا بکنه. تو طبیبی، تو طبیبی، تو دست ما را بگیر. ما به تو رجوع میکنیم ای الله. لمن الملك اليوم؟ پادشاهی واقعی بشناسیم که پروردگار بزرگ چه ذاتی هست.